توی این ویدیو راجع به نحوه دم کردن ریشه جنسینگ براتون توضیح بدم. خب روش‌های مختلفی وجود داره ولی ساده ترین و معمول به صرفه ترینشون این شکلی که براتون میگم. ببینید اولا که خب جنسینگ به صورت بسته نیم کیلوییه، حالا به صورت تک نفره. من یه دونه آنباکس کنم براتون. امیدوارم که توی این پک ما بله یه دونه هست. این رو بریم اون طرف براتون نشون بدم که چه شکلی دم می‌کنیم. خب بهترین کار اینه که قبل از اینکه اینو شروع برای دم کردن استفاده کنید، این نخ دورش رو باز کنید و اون رو توی آفتاب و یا توی دمای محیط خونه اول اون رو خشک کنید که اون رطوبت کمی که داره از بین بره که بشه این رو با دست خورد کرد. حالا من این کار رو انجام دادم که سرعت کمتری و سرعت بالاتری داشته باشیم. کاری که می‌کنیم اینه که جنسینگ رو اون مقداری که مشخصاً 3 گرم هست به اندازه قاشق مرباخوری. ما قاشق مرباخوری میزان استفاده جنسینگ هست دیگه، مقدار 3 گرم در واقع توی قاشق مرباخوری این شکلی قابل تشخیص است. اون رو توی هاونج سعی می‌کنیم که نیم کوب تر از این چیزی که الان هست. وقتی که شما اون رو توی سایه خشک بکنید خودش به این صورت در میاد، یعنی دیگه نیاز نداره که شما اون رو بکوبید یا آسیابش بکنید. خب یه لیوان نیاز دارید که جنسینگ رو داخل اون می‌ریزید و این کفایت میکنه، همین اندازه کافی هست. بریم اینجا من آب جوش بریزم. خب وقتی که آب جوش رو به جنسینگ اضافه میکنیم یه اتفاق خیلی جالب میفته. من در اینو میبندم به خاطر اینکه این بخار باعث بشه که خود پروسه دم کردن درست صورت بگیره. جنسینگ بعد از 30 ثانیه توی آب جوش قرار گرفتن یک سری از مواد مؤثره ازش خارج میشه و وارد آب میشه. وقتی که دمای آب جوش به 50 درجه یا 40 درجه و قابل نوشیدن رسید، شما میتونید اون دمنوش جنسینگتون رو مصرف کنید. نکته جالب اینجاست که جنسینگ رو نباید بریزین دور. تو همون دوباره تا 5 مرتبه 6 مرتبه شما آب جوش میدید. چرا؟ چون سری دوم مواد مؤثرش توی دفعه دومی که به آب جوش داده میشه و همینطور سری سوم، سری چهارم. چیزی که در کره و ژاپن و همینطور چین مرسوم هست اینه که توی لیوان‌های آب جوش خودشون یا توی اون بطری‌ها و ماگ‌های خودشون جنسینگ می‌ریزن. صبح آب جوش رو بهش اضافه میکنن و اون آب جوش رو مینوشن و بعد دوباره داخل اون آب جوش میریزن و تا آخر شب دمنوش جنسینگ خودشون رو تموم میکنن. حتی در انتها این تیکه های نرم باقی مونده جنسینگ خوراکیه، به راحتی میتونید اون رو هم مصرف کنید. چرا؟ چون اون جرمش باز یک سری مواد مؤثره داخلش میمونه. پس مثل چای سیاه ما نیست که بعد از نوشیدن تبدیل به یه تفاله بشه و تفاله ها رو بریزین دور. خب پکایی که الان دیدید من میدونید پک رو باز کردم. این وقتی که آنباکس شده خب هوا میره داخلش، خب یه سری اتفاقا میفته. خب ممکنه دست من آلوده باشه و بخوام دونه بعدی رو بردارم کل باکس رو دارم آلوده میکنم. به این خاطر برای اینکه سهولت کار اتفاق بیفته و همون پاکیزگی و بهداشتی بودن محصول حفظ بشه، هر یه دونه از اینا داخل وکیوم قرار گرفته. خب خیلی راحت‌تر و ساده‌تره و آلودگی هم وجود نداره و تا پک‌های بعدی و دونه‌های بعدی. حالا یکی ممکنه بیاد بگه آقا این روش خورد کردن و آسیاب کردن و نمیدونم خشک کردن برای من سخته. خب ما یه فکری هم برای اون افراد داریم. اومدیم جنسینگ رو به صورت اسلایس وارد بازار کردیم. توی اسلایس میتونید قشنگ ببینید این تیکه ها به صورت ریز و به صورت پولکی در اومده و جالبه که وقتی شما این رو به آب جوش اضافه میکنید خیلی سریعتر مواد مؤثره وارد آب جوش میشه و این خودش کمک میکنه که شما یک پروسه جلو بیافتید. دیگه نیاز نباشه که نخ رو باز کنین بعد برین خشکش کنین بعد بیاین به تیکه های کوچیکی توی دستگاه های آسیاب یا هاونگ‌های این شکلی بخواید تیکه های کوچیک تبدیل کنید. خب اینطوری خیلی ساده تر شد. شما این تیکه های ریز رو خیلی راحت میتونید بریزید توی آب جوش و باز همون رواله که براتون گفتم آب جوش رو اضافه میکنید، 30 ثانیه بعد دمنوشش رو میل میکنید، بعد دوباره روی همون تفاله که ما اسمش رو میذاریم تفاله، در واقع هنوز مواد مؤثره 80% داخلش هست.
آب جوش می‌ریزیم و این کار رو تکرار می‌کنیم تا آخر شب. و بابت این موضوع اومدیم به این صورت پک‌ها رو توی بسای نیم کیلویی عرضه کردیم که خب خیلی افراد هستن که توی باشگاه از فیبرهای استفاده میکنن، مثل جو دو سر، مثل سبوس و خب چیزهای دیگه. خب خیلی راحت اونایی که توی باشگاه قبل از باشگاه رفتن یا بعد از باشگاه رفتن میخوان فیبر مصرف بکنن، میتونن جینسینگ رو بهش اضافه بکنن که هم سطح انرژی بالا بیاد، هم در واقع اون فیبر جو دو سر در بدن کار خودش انجام بده. خب ما توی پک‌های کوچیک‌ترش هم برای افرادی که میخوان تست بکنن اگه پیدا کنن، بله، به صورت اسلایس‌های این شکلی تهیه شده که خیلی خیلی راحت و شیک میشه این رو اضافه کرد به اون دمنوشی که میخوان و خیلی هم راحت توی مصرف. و این یک مرحله جلوتر میریم و اون هم پودر ریشه است. بعضیا ممکنه بخوان جینسینگ رو با دمنوش خودشون دمنوش میل نکنن، دوست دارن که حتما با آب جوش یا با آب میوه میل کنن و اون رو توی ویدیو بعدی حتما براشون توضیح میدم که چطور میشه از پودر جنسی خیلی خیلی راحت تر از اینها خواص جنسی رو به بدن بدیم. با ما همراه باشید.